الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من رسالة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى المسمى بالأصول الثلاثة. اینک ما درسای خود را دوام میدهیم از رساله شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى به نام 3 اصل. درس امروزی ما سر می شود آنجا که شیخ الاسلام می فرماید و اکمل الله به الدین و الدلیل قوله تعالی اليوم اکملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. یعنی و الله با آن دین را مکمل کرد و الله سبحانه و تعالی با آن یعنی با فرستانیدن محمد صلی الله علیه و علی آله و سلم دین را مکمل گردانید. معلوم میشه که تا آمدن او صلی الله علیه و آله و سلم دین بود، دینی که موسی با او دینداری میکرد و قوم خود، عیسی با او دینداری میکرد و قوم خود، ولی دینی کامل نبود. دین آن وقت کامل شد که وقتی که پیغمبر آخر زمان محمد صلی الله علیه و آله و سلم آمد. بنابراین شیخ الاسلام می فرماید که و الله با آن، یعنی این اشاره به محمد صلی الله علیه و آله و سلم می کند، و الله با آن یعنی به محمد صلی الله علیه و سلم دین را مکمل گردانید. و دلیل سخن او تعالی است. می فرماید الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. امروز من دین شما را به کمال رسانیدم. دین شما را امروز من چیکار کردم؟ پره کردم و نعمت خود بر شما تمام کردم، یعنی نعمت خود را بالای شما پره ارزانی بخشیدم و اسلام را دین شما برگزیدم، یعنی دین شما را همچون اسلام نامگذاری کردم و پسندیدم. یعنی من پسندیدم، معقول دانستم، راضی شدم که دین شما را همچون دین اسلام گفته نامگذاری کنم. این سوره مائده آیه 3. و شیخ الاسلام در باره آن که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مرده است، این دلیل علیه بعضی صوفی هایی که میگن که وی مردگی نیست. شیخ الاسلام میفرماد که و دلیل علی موته صلی الله علیه و آله و سلم قوله تعالی. دلیل به مرگ پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سخن او تعالی است، یعنی آیتی روشن آمدگی است که او صلی الله علیه و سلم مثل دیگر انسان ها وفات کرده است. می فرماید که انک میت و انهم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. یعنی تو میمیری و آنها نیز میمیرند. انک میتون و انهم میتون، تو میمیری و آنها نیز میمیرند. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. سپس همه در روز قیامت در نزد پروردگارتان با یکدیگر به خصومت خواهد پرداخت. همتون در پیش پروردگار بعد بحث و مناظره میکنید و کی تبلیغ کرده است، کی تبلیغ قبول نکرده است، همش در پیش پروردگارتان عنق میشود. صلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.